در مراسم افتتاحی نمایش روبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. گفته شد که سال 2025 رسامان مشهور و ایجادکاران جوان کشور سفری مخصوصی را به نیروگاه برقی آبی روغون انجام دادند. هدف اساسی این سفر از نزدیک آشنا شدن با جریان ساختمان بزرگترین انشاءات انرژتیکی منطقه، دریافت الهام ایجادی و جمع‌آوری مواد ضروری برای آفریدن اثرهای بدیعی عاید به نیروگاه برقی آبی روغون بود. با اطلاع تشکیل کنندگان نمایش، هر یک اثر بیانگر احساسات عمیق و روحیه بلند وطندوستانه ایجادکاران است. گفته شد که نیروگاه برقی آبی روغون همچون منبع نور تاجیکستان را به اختری همیشه تابان تبدیل خواهد داد، زیرا روغون این نور، آبادی، شرف، افتخار و زندگی شایسته مردم تاجیک است. در نمایش آفریده‌های رسامان معاصر تاجیک که پس از شناسایی با نیروگاه برقی آبی روغون اثرهای نو ایجاد نمودند و همزمان از فوند آثارخانه ملی مصوره‌های مربوط به این انشاءات مهمی اثر پیشنهادی تماشابینان گردانیده شده است. این نمایش نشان می‌دهد که تصویر کارنمایی‌های بنیادکارانه روغون هنوز از سال‌های 70 عصر 20 موضوع ایجادیات رسامان گردیده بوده است که مصوره‌های از فوند طلایی آثارخانه ملی پیشنهاد شده اثبات این گفته‌هایند. در عموم در دایره نمایش زیاده از 100 اثر صنعتی تصویری و آرایشی عملی که محصول ایجادی رسامان، مصوران، مجسمه سازان، نقاشان و کنده‌کاران کشور می باشند پیشنهادی تماشابینان گردانیده می شود. نمایش روغون کاخ نور در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی بیشتر از یک ماه تا 25 می سال روان برای تماشابینان باز است.